دو حاکم شهر که سالها فرزندان ایران رو بالای دار میفرستادن، در واپسین روز دی ماه در همون دفتری که حکم مرگ صادر میکردن در ساختمان دیوان عالی جمهوری اسلامی کشته شدند. سالی که در ماهای پایانیش هستیم با ندایی از حافظ شروع شد، فالی برای ابراهیم رئیسی. خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. بعد از این فال خود رئیسی در بهار به راهش پایان داد و به دنبالش در رشته تحولاتی که ایران و خاورمیانه رو تکان داد شاهد حذف پیاپی شخصیت‌های تحت حمایت حکومت اسلامی بودیم. این بار اما برخلاف سایر حذف شدنها که یا به یاری طبیعت رخ داد یا در پی حمله‌های سازماندهی شده، دو یاور مرگ با اسلحه‌ای کشته شدن که بنا بود ازشون محافظت کنه. رسانه‌های حکومتی اینطور نوشتن که این دو نفر در دفتر یکیشون در ساختمان دیوان عالی بودن که به یک بار یک نفر میتونه با اسلحه سازمانی به حاضران تیراندازی کنه و این دو نفر کشته شدن. در خبرها اینطور داریم که فرد ضارب نه پرونده‌ای در دیوان عالی داشت و نه از مراجعه کننده ها به شعب دیوان بود. در بخشی از روایت‌های رسانه‌های حکومتی فرد ضارب نیروی خدماتی یا به زبان ساده‌تر آبدارچی اداره معرفی شده و کسانی که با پیشینی دو فرد کشته شده آشنان به پاس تلاش ضارب برای حذف این دو پیشنهاد کردن روز 29 دی از این به بعد روز آبدارچی باشه. احتمالاً حد زدین که خیلی ها به رهبر جمهوری اسلامی هشدار دادن حواسش به آبدارچی بیت رهبری باشه. آقا حالا وقت چایی. به طور حتم بسیاری از کسانی که میدونن فعالیت‌هاشون زمینه ساز خشم مردم ایران بوده از امروز تمهیدات خاصی برای استخدام نیروهای خدماتیشون خواهند داشت و البته که مهارت فرد در استفاده از سلاح زمینه ساز تردیدهایی در این روایت رسمی شده، مخصوصاً که ضارب تونسته در دل یک ساختمان کاملاً امنیتی دو نفر رو به طور همزمان از میان برداره، کاری که نیازمند مهارت زیاد در استفاده از اسلحه و همینطور داشتن حضور ذهن و تسلط بر موقعیت‌های امنیتی از این دسته. برای همین بخشی از بحث‌ها درباره ریزش احتمالی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بوده و اینکه مسئولان حکومتی سعی دارن با ساختن روایت‌هایی درباره خدماتی بودن فرد ضارب علت اصلی رو پنهان کنن. اینکه فرد ضارب بعد از حمله به خودش هم شلیک کرده و کشته شده عملاً بحث‌ها رو درباره علت حمله به حدس و مشاهدات افراد محدود کرده. موضوعی که با انتشار اطلاعات بیشتر حتما در ویدیوهای بعدی بیشتر بهش میپردازیم. این مرد از با سابقه ترین قاتلان جمهوری اسلامیه. نخستین آدمکشی‌هاش زمانی شروع شد که تنها 26 سال داشت و در دادگاه انقلاب تهران حکم اعدام صادر می‌کرد. آخرین حکمی هم که صادر کرد برای اعدام این فعال کرد در سال 403 بود. رازینی شهرت اصلیش رو هم بعد از دادگاه‌های صحرایی در زندان وکیل‌آباد مشهد در سال 60 به دست آورد. با ثابت شدن شدت سرسپرده بودنش، اون تونست پله‌های پیشرفت رو در ساختار قضایی جمهوری اسلامی بالا بره و در سال 66 با حکم روح الله خمینی حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت شد. اون مسئول محاکمه مهدی هاشمی برادر داماد حسین علی منتظری هم بود و براش حکم اعدام صادر کرد. رازینی بعدها دادستان تهران و رئیس دیوان عالی اداری شد که یکی از عالی ترین سمت‌ها در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به شمار میره. یکی از آخرین حکمایی هم که امضا کرد تایید حکم اعدام این مرد در دیوان عالی بود، کسی که به اتهام کشتن کیان پیرفلک زندانی و تحت شکنجه است. همینطوره حکم اعدام این فرزند ایران در یکی از پرحاشیه ترین پرونده های سالهای اخیر، زمانی که به خاطر ایرادهای زیاد پرونده همه در انتظار حکم دیوان عالی برای لغو اعدام بودن، رازینی حکم اولیه را تایید و زمینه اعدام را فراهم کرد.
تعداد زیادی از بهائیان هم امضای رازینی رو پای حکم زندان خودشون در دهه 60 داشتن. اون نزدیک به 3 دهه پیش و زمانی که دادستان تهران بود تونسته بود از یه صاعقه از جان سالم به در ببره، ولی این بار بخت یارش نبود. این مرد از همون سالهای اول روی کار اومدن حاکمان اسلامی وارد سیستم قضایی شده بود و در سالهای اخیر یکی از نامهای پرتکرار در کنار صلواتی، سراج و مسعودی در پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی ایران بود. اون بیش از 30 سال در دادگاه‌های اسلامی فعالیت کرد و اغلب پرونده‌هایی که براشون حکم داد سیاسی و امنیتی بودن و البته که به کاری که میکرد اعتقاد راسخ داشت. قضات دیوان عالی کشور بازوان قدرتمند امامین همامین همونطور که از اول انقلاب در اتخاذ تصمیم امر قضا با اجرای قانون و عدالت یار و یاور مقام معظم رهبری و ارزش‌های نظام بودن، باز هم بازوان قدرتمند خواهیم بود. مقیسه نقش مهمی در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 داشت و تعدادی از کسانی که تونستن از زیر تیغش نجات پیدا کنن شهادت دادن که اون با نام مستعار ناصریان در این دوره فعالیت میکرد. نامش هم مخصوصاً در روند رسیدگی به پرونده حمید نوری در سوئد بارها تکرار شد. کسانی که زندان‌های دهه 60 جمهوری اسلامی رو تجربه کردن از نقش مهم در سرکوب فعالان سیاسی و صدور احکام اعدام، زندان و شکنجه صحبت کردند. اون حکم اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی رو هم صادر کرده بود. کسانی که در سال 88 و به اتهام برنامه‌ریزی برای اقدام مسلحانه در دوره اعتراضات این سال اعدام شدند، در حالی که ماه‌ها پیش از آغاز اعتراضات در زندان به سر می‌بردند و مشخص بود که حکم اعدامشون برای ترسوندن معترضان صادر شده. بخشی از هنرمندان و نویسنده‌های ایرانی هم در دادگاه‌های این مرد حاضر شده بودند. کیوان کریمی به خاطر فیلمی که درباره نقاشی‌های دیواری تهران درست کرده بود به 6 سال زندان و 223 ضرب شلاق محکوم شده بود. یا این خواننده بعد از خروج از ایران به طور غیابی در دادگاهی به ریاست مقیسه محاکمه و به 16 سال حبس محکوم شده بود. آخرین پرونده‌ای هم که ظاهراً مهر این مرد روش ثبت شده مربوط به حکم اعدام 7 شهروند کرد مهابادیه که برای 15 سال در زندان بودند. فضای مجازی این روزها پر از روایت کسانیه که با این 2 نفر رو در رو شدن. بخش عمده خاطرات درباره برخوردهای تند و فحاشی و رعب و وحشتی که حاضران در دادگاه تجربه می‌کردند. هواداران حکومت هم واکنش‌های عزادارانه خودشون رو داشتن و به نظر میرسه در حال فرشته سازی از قاتلان فرزندان ایران باشن، مخصوصاً که با دستکاری عکس‌ها و تصاویری از این دست سعی دارن زشتی ظاهر اونها رو که البته کم از زشتی درونشون نداره مخفی کنن. بهترین بخش ماجرا البته حس عدم امنیت آخوند و حکومتی‌ها در ایرانه. کسانی که حتی در ساختمان‌های تحت کنترل خودشون هر لحظه ممکنه از صحنه محو بشن. یعنی مدت هاست که حاکمان نه از مخالفان خودشون یا کسانی که به اتهام‌هایی مثل برهم زدن امنیت به حبس و اعدام محکوم کردن، بلکه از کارمندان و نیروهایی میترسن که خودشون استخدام کردن.